ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم، ما جز غم او هیچ دیگر کار نداریم. اولا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته با کل بینندگان شبکه صدای امید. ما امروز در شهر پنجکент هستیم برای یک تاریخی که سالها گذشته است. یک زنی که با طفلش سنگ شدگی هستند الحال براتون نشان میتیم. انشاءالله آمدیم شهر پنجکент هم تماشا کردیم و میخواهیم که یک چندین منظره های زیبا و تاریخی ها را بهر تماشابینان پیشنهاد کنیم و انشاءالله بعد از این به خوجند می رویم، بعد ازبکستان، بعد دیگر جای ها بهر شما برای تاریخی های وطن انشاءالله. و انشاءالله که پنجکент آمدیم. مردم پنجکент خیلی مردم مهمان نواز، مردم با تربیه، عزت و حرمتشون به نهایت خوب است انشاءالله. خواهد ما با سنگ به نوار میگیریم. با شما میبینین اپایی که در نزد ما میبینین همین اپا ما را دعوت کرده است. همین سنگ در دهه همین اپا است. مثال ما را گفتن که مثلا بیاین همجا سیمکر کنیم. خیلی پیاده آمدگی است. مثال در یک کوه هست، چون که یک بار بهراتون نشان داده بودیم در شهر وحدت در کوه خودمان یک سنگ عروس بود. اینجا یک چی میگویند؟ ماما سنگ، ماما سنگین میگفتن. نمیدونم که معنیش چی است. تو مثلا یک زن با کودک خودش سنگ شدگی است. حاضر ما نزد همون سنگ در رسیدگی هستیم. میبینیم که به انسان مانند هست یا اینکه نه، براتون باز نشان میتیم. و بعد از این چندین تاریخی دیگر داره در همین پنجکент انشاءالله که اونها را براتون با نوار گرفته نشان میتیم. شما دستگیری کنین انشاءالله ما هم براتون بهترین نوارها، بهترین فیلم ها، بهترین کلیپ ها رو پیشنهاد میکنیم. این سنگی که الحال بهراتون به نوار میگیریم در شهر پنجکент در یکی از دهه ها با نام یاری هست. از درون همین یاری زیاده 4-5 کیلومتر دورتر در یک کوه هست. خدا خواهد تازی بهراتون نوار میگیریم میبینیم. تا پدر نشوی به قدر پدر نمیرسی، تا یتیم نشوی به قدر مادر نمیرسی، تا نادار نشوی به قدر نعمت نمیرسی، تا بیمار نشوی به قدر تنصیحتی نمیرسی، تا علم نآموزی به قدر عالم نمیرسی، تا کور نشوی به قدر بینایی نمیرسی، تا گنگ نشوی به قدر زبان نمیرسی، تا شال نشوی به قدر سالمی نمیرسی، تا فرزندت نمیرد به قدر فرزند نمیرسی، تا مهاجر نشوی به قدر وطن نمیرسی، تا مشکلی به سرت نآید به یاد الله نمیرسی، تا نمیری به قدر محمد صلی الله علیه و سلم نمیرسی. من عاشقم و عاشق دیدار مدینه، دارم به دلم لحظه دیدار مدینه. من عاشقم و عاشق دیدار مدینه، دارم به دلم لحظه دیدار مدینه.
در خلوت شبگیر یکنم بهر وصالش. یا رب طلبم گرمی بازار مدینه. در خلوت شبگیر یکنم بهر وصالش. یا رب طلبم گرمی بازار مدینه. از فیض تو عالم شده پر نور تجلی. یثرب شده روشن ز شب تار مدینه. از فیض تو عالم شده پر نور تجلی. یثرب شده روشن ز شب تار مدینه. ای صاحب کوثر به تو صد رحمت حق باد. روشن ز قدومت شده گلزار مدینه. ای صاحب کوثر به تو صد رحمت حق باد. روشن ز قدومت شده گلزار مدینه. هر جا که برفتم نشدن مقصودم حاصل. جز شهر تو سایه دیوار مدینه. لجودك منتهى شكري وتبجيلي. ففضلك فاق وصفي فاق تصويري. وخيرك فوق مسألتي ودعواتي. وسترك عند ذنبي رغم تقصيري. لجودك منتهى شكري وتبجيلي. ففضلك فاق وصفي فاق تصويري. وخيرك فوق مسألتي ودعواتي. وسترك عند ذنبي رغم تقصيري. فأنت الله كافيني وكافلني. وفي تدبيرك اللهم تدبيري. لك الحمد الجزيل فأنت ترعاني. وأنت كفايتي من قبل تصويري. لك الحمد الجزيل فأنت ترعاني. وأنت كفايتي من قبل تصويري. لك الأفضال في ليلي وفي صبحي. لأجلك كل شكري كل تقديري. لك الأفضال في ليلي وفي صبحي. لأجلك كل شكري. خوب برادرای عزیز، تماشا کردیم. شاید که اونقدر به انسان مانند نباشد. شاید که بعضی‌ها باور نکنند. بگذار سنگ باور نمیکنیم، اما در قدرت خدا باوری داریم. خدا قدرت دارد که ما و شما رو سنگ بگرداند، نفت بگرداند، هر چیزی که میخواهد. ملک خودش است. ما غلامانش هستیم. همین سبب انشاءالله که ما با وجود خدا باوری داریم و اینها یک معجزه هستند. اگر که تا شمال نشود درخت نمی جنبد. شاید که بد است، شد است که همین خیلی آماده گرفته است. چگونه که مثال پیغمبران را ما و شما ندیده هستیم، لیکن باوری داریم که وجود داشتند. این سنگ ها هم شاید که سنگ انسان بودند و خدا سنگشون کرده است، باید پیغام سبب شده باشد که از مردم هم خیلی آمدن گرفته است. خب خیلی آمدیم بهرتون و نوار گرفتیم از شهر وحدت با پنجکین.
نزدیکی انشاءالله که خوجند سفر داریم، باز اونجا میرویم و انشاءالله که یک چند فیلم ها بهر تماشابینان گرفته شدیم در شهر پنجکن و از این در خوجند، ازبکستان و انتانتا رفتن میگیریم که جایی که شما دا پسند است. خب یگان چیز دیگه اگر بدون یگان تاریخ خوب در شهر پنجکن خوجند بنویسین در زیر کامنتاری، حتما انشاءالله رفته به نوار بگیریم. یاددار هستیم از مردم خوجند، مردم پنجکن که بسیار مردمی با تربیت، بسیار مردمی خوبدار، شیریندار حرمت عزت میکردن. خداوند خیرتون دهد. خدا یارتون تا نوارهای آینده.